اگر خود ارضایی نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر جلوی خود ارضایی رو بگیریم این اتفاقات واسط میفته. روز اول تا ششم کمتر شدن فشارهای ذهنی، افزایش اعتماد به نفس. روز هفتم تا روز 30 افزایش سطح تستوسترون، عزت نفس بیشتر، انرژی مثبت، عضلات شروع به بهبود و رشد می‌کنند. روز 31 تا 51 افزایش توانایی تمرکز، بهبود پوست و مو، شروع ایجاد افکار مثبت. روز 51 تا 90 نظم و انضباط عالی، تمرکز بر هدف، اعتماد به نفس کامل، افزایش کیفیت زندگی. اگه میخوای از افسردگی بیای بیرون و ترکش کنی، کانال منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای دوستات ارسال کن.